با دنبال پخش خبرها درباره تغییرات در بعضی بانک‌های تاجیکستان و گفتگوزار درباره دخالت بانک ملی در این دگرگونی‌ها، مقامات گفتند که در این قضیه هیچ ربطی ندارند. یک مصاحبه ما در بانک ملی تاجیکستان روز 11 ینور گفت این تغییرات با قرار شورای ناظران بانک‌های مستقل و سازمان‌های قرضدهی صورت می‌گیرد. همصحبت ما افزود آنها فقط توصیه دادند که در بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضدهی روتاسیا یا جای عوض‌کنی رهبران صورت بگیرد تا کرختی به وجود نآید. با عوض شدن مقام‌های بانک فکری تازه و تشبس‌های نو به میان می‌آید. عوض شدن رهبر به کارمندان عادی بانک هیچ تاثیر نخواهد داشت. آنها به کار معمولی خودشان ادامه می‌دهند، افزود همصحبت ما. در دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان روز 11 ینور به رادیو آزادی گفتند بعد آنکه شورای ناظران قرار تعیین رهبر نو را صادر می‌کند، برای موافقت به بانک ملی ارسال خواهد شد. تغییرات در بانک‌ها و سر و صدا درباره ادامه روتاسیا در بعضی از سازمان‌های قرضدهی همچنان بر رهبر بزرگترین تشکیلات قرضه کشور ایمان اینترنشنال ربط می‌گیرد که مسئولیت را گلبهار محکم‌آور بر عهده دارد. بانک ملی میگوید تا حال چنین یک تغییرات کادری در بانک‌های اسخاتا و سپیتامن بانک صورت گرفته است. هنوز معلوم نیست در اسخاتا به جای خورشید ناصرو مؤسس و سهام بانک چه کسی انتخاب می شود. سپیتامن بانک رسما اعلان کرد که به جای رهبر پیشین نیازمراد سید مرادوف، نوروز سمندرزاده 26 ساله تعیین کرده شد. تحولات اخیر در عرصه بانکی تاجیکستان پس از ارائه پیام رئیس جمهور امامعلی رحمان به پارلمان صورت میگیرد. رئیس جمهور در این پیام شیوه کار بانک‌ها را در کشور به باد انتقاد کشیده گفت: یعنی رقابت سالم نیست. یکی از ترمز اساسی بازدارنده رشد اقتصادی کشور همین سیستم نامکمل سیستم بانکی و پولی و قرضی مملکت به شمار میرفت. مؤسسه ایمان اینترنشنال که سال 1999 ارز هستی کرده است، یکی از تشکیلات‌های قابل اعتماد و موفق مالی به حساب می‌رود که از پشتیبانی شریکان بین‌المللی برخوردار است و در شورای ناظرانش نمایندگان مؤسسه‌های خارجی شامل هستند. با شروع کار به حیث یک برنامه اجتماعی سال 2008 این شرکت به حیث تشکیلات خردی مالیوی فعالیت خود را ادامه داد. در آغاز تأسیسش سرمایه عین‌ناموی ایمان اینترنشنال 100 میلیون سومانی بود. ایمان اینترنشنال عین زمان با مجوز بانک ملی حقوق جلب امانت‌های مردم را نیز دارد. روز 11 ینور در قرارگاه این تشکیلات به رادیو آزادی گفتند که فعالیت مؤسسه به مثل پیشین ادامه خواهد یافت. انتون اوسف سخنگوی بانک اروپایی تجدید و رشد یکی از سهامان ایمان اینترنشنال است که نمایندش وارد شورای ناظران می باشد. این نهاد بین‌المللی در انتخاب رهبریت بانک هم سهم دارد. اوسف گفت بانک 13% سهمیه‌های ایمان اینترنشنال را در اختیار دارد، اما بانک اروپایی تجدید و رشد به گفته او مسئله‌هایی به این مانند کادری را بحث یا بررسی نمی‌کند. اوسف افزود بانک اروپایی تجدید و رشد نقش ایمان اینترنشنال را در مبلغ گذاری کارخانه‌های خرد و میانه تاجیکستان مثبت ارزیابی می‌کند. ضمناً در میان سهامان بین‌المللی ایمان اینترنشنال تشکیلات خرد قرضی ترمپل جامپ از هلند و تشکیلات خرد مالیوی آلترناتیو فاند از لوکزامبورگ نیز میباشند.